سلام بینندگان عزیز، آخرین خبرها از تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مؤمن احمدی پیشنهاد شما میکنم. امروز 19 می است. گزارش های اصلی برنامه. پیشوای اسماعیلیان جهان گفت از تکرار ناآرامی ها در بدخشان سخت نگران است. مقامات وضع روشان را آرام میگویند. سازمان های جهانی و کشورهای غربی خواستار حل آسایشته قضیه بدخشان شدند. سازمان ملل متحد میگوید برای جلوگیری از بحران جهانی غذا راهاندازی صادرات گندمی اوکراین ضرور است. من پر از امید هستم، اما هنوز کارهای زیاد باید انجام داده شوند. شاه کریم الحسینی پیشوای اسماعیلیان جهان در نامه از پیروانش در بدخشان خواسته است که قانون‌های کشور را رعایت کنند و وارد خشونت نشوند. او به پیروانش فرمان داده است که آرامی را نگاه دارند، قانون‌های کشور را رعایت کنند و همه گونه زورآوری، بی‌ترتیبی، فعالیت غیرقانونی و دیگر عمل‌هایی که به نیکواحوالی تهدید می‌کند راه ندهند. شاه کریم الحسینی در پیامش گفته است که باید اختلاف‌ها با خیرات توسط مکالمه آسایشته در روحیه احترام و همدیگر فهمی حل شود. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان دست داشتن خود را در قانون شکنی رد کرده، برعکس مقامات انتظامی تاجیکستان را به فشار با آنها عیبدار می‌دانند. مقامات میگویند در بدخشان با گروه‌های متشکل جنایتی مبارزه می‌کنند. همکارم میرزانبی خالقزاد آخرین خبرها را از حادثه‌های بدخشان گرد آورده است. میرزانبی، خبرهای رسید که صبح امروز جسد کشته شده های حادثه روز گذشته را به نزدیکانشان سپردند. مقامات از کشته شدن 8 نفر خبر داده بودند. ساکنان چی میگویند؟ بله مومن، چند ساکن ناحیه روشان که با دلیل امنیتی نامش را ذکر نمی کنیم گفتند که صبح همین روز جسدی کشته شده ها را به آنها سپردند. آنها گفتند که تا حالا جسد 21 نفر را پس گرفتند. البته در شرایطی که اینترنت درست کار نمی کند و ژورنالیستان اجازه وارد شدن به منطقه را ندارند، تصدیق درستی این خبرها کمی مشکل است. دیروز مقامات اعلام کرده بودند که گروه مسلح تروریستی را سرکوب کردند. ساکنان میگن کشته شده ها ساکنان عادی و بی‌سلاح هستند. عبدالرحمن علمشاهزاده، معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، در تلویزیون بدخشان گفت که حالا روشان آرام است و مفتشان دادستانی کل به تحقیق حادثه آغاز کردند. مقامات ادعا دارند که این گروه به کاروان ماشین‌های نظامی روز 17 می حمله کردند و صبح 18 می نسبتشان عملیات نظامی انجام شد. یک همصحبت ما از روشان گفت که تنها از دهه دیرزود همین ناحیه 4 نفر کشته شده است. به گفته او مقامات جسد اردشیر مناسبوف، احسان مزرابوف، نصرت زفقیبیکوف و منیر نصرالله‌بیکوف را به نزدیکانشان دادند. به قبل او جسدها عریان و بدون لباس بودند. منبع دیگر هم همین حرفا را زدند و گفتند وقتی جسدها را گرفتن همشان لوچ و عریان، بعضیشون با نشانه‌های ضرب بلند و شکنجه بودند و در استادیوم دیرزود روشان گذاشته شدند. در ابتدا سخن از 17 جسد میره، ولی بعدتر گفتن که 21 جسد را گرفتن. آنها میگویند اگر مقامات دیروز اجازت میدادند، زخمی هایی که بر اثر تیرکشایی از جمله از چرخبا زخمی شده بودند روی زمین خوابیده بودند و یاری میخواستند. آنها را میشد نجات داد، ولی بیشترشان از خونریزی زیاد ففتیدند. میرزانبی، حادثه روشان یک روز پس از اعتراض در خاروق آغاز شد. وضع فعلا در خاروق چگونه است؟ آنجا چی میگویند ساکنان؟ بله، در خاروق به گفته منبع‌های رادیو آزادی راه‌های ورود بستند. روز چهارم است که اکثر اداره‌ها و مکتب و دانشگاه و نقلیات جمعیتی در خاروق کار نمی‌کنند. در بازارها کمبودی آذوقه مشاهده می‌شود. ساکنان میگویند چرخبال گاه در آسمان خاروق پیدا میشن و اونها می‌بینند. همچنین تلویزیون بدخشان گفت راه دوشنبه خاروق که بخش از راه بین المللی چین و تاجیکستان است بسته است. اما عملیات حربی نیست و وضع آرام ارزیابی میشود و ما هر خبری که پیدا کردیم حتما به توجه بینندگان و شنوندگانمون میرسانیم. تشکر میرزانبی. سفیران چند کشور غربی در تاجیکستان رویدادهای 3 روزی آخر را در بدخشان درگیری خشونت‌آمیز داخلی نامیده از شدت گرفتن وضع و تلفات جانی در آن ابراز نگرانی عمیق کردند. در پی اعتراض ساکنان و برخورد آنها با مقامات در شهر خاروق و عملیات در ناحیه روشان، به اطلاع رسمی در عموم 10 کس کشته و 27 نفر زخمی شدند. یکی از کشته شده ها نظامی است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم سراج الدین اسلام.
بله، سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ با نشر یک بیانیه از واقعه‌های اخیر در ولایت کوهستانی بدخشان ابراز نگرانی کرده از مقامات خواسته است علت خشونت در اعتراضهای اخیر را بررسی کند و مسئولان آن را مورد بازخواست قرار دهند. در این بیانیه همچنین از مقامات تاجیکستان خواسته شده است که به آزادی بیان و دسترسی به معلومات از جمله دسترسی به اینترنت و حق اعتراض صلح‌آمیز احترام بگذارند. نمایندگی اتحاد اروپا، سفارت فرانسه، آلمان، بریتانیا و آمریکا از طرف دیگر در دوشنبه دیروز یعنی 18 می در اظهارات یکجایی از طرفها خواستند برای پایین آوردن شدت وضع نیرو و غیرت خود را دریغ ندارند و تحمل پیشه کنند. اینچنین سفیران غربی از طرفها خواستند از استفاده به معیار قوه به گفته خودشان دعوت به زورآوری دست کشند. در اظهارات به مقامات تاجیکستان گفته شده است حتی در حالتهای بحرانی وابسته به امنیت احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی انسان تامین کرده شود. تهدید و تعقیب شهروندان، روزنامه‌نگاران و محدودیت وسیع دسترسی به اطلاعات دورنمای کاهش شدت و برگشت به نظام مقرری را خللدار می‌کنند گفتند سفیران غربی. مقامات تاجیکستان هنوز به این درخواست‌ها پاسخ ندادند. سفیران کشورهای غربی گفتند از تلفات جانی در این رویدادها سخت متاسف هستند و به خانواده‌های آنها و زخمیان ابراز همدردی می‌کنند. وضعیت در ولایت کوهستان بدخشان از 16 می به این طرف پیچیده است. تشکر همکارم سیراج‌الدین اسلام گزارش داد. یک آگهی دیگر، امسال نفری که اسم تاجیکستان را در تاریخ بالت جهانی شهرت یاب کرده بود اگر عمر به هنرمند مردمی سر ملکه صابر را وفا می‌کرد او 80 ساله می‌شد. در این باره رادیو آزادی گزارش مفصل آماده کرده است که حالا پاره از آن پیشکش می‌شود. Оказывается, это рак. Потом уже этот мальчик, врач, он определил, что это рак. خود در دولت اروپا باشد، خود در کدام کشوری که نباشیم، خود در روسیه در کجایی که می بودیم، حتما درباره ملکه سخن می گفتن و ملکه رو بسیار خوب می شناختن. Малика Сабирова – это звезда первой величины. یادآوری از ملکه صابرова را روز 22 می در سامانه رادیو آزادی و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی تماشا کنید. سازمان ملل متحد از روسیه خواسته است به صادرات گندم از بندرهای اوکراین اجازت بدهد. روسیه و اوکراین 3/1 طلبات جهان را به گندم تامین می‌کند. در اوکراین بعد 1.5 ماه دیگر جمع‌آوری حاصل نوی غله‌دانه آغاز می‌یابد. در حالی که بندر بحر سیاه اوکراین از جانب ارتش روسیه بسته شده است، تا آن وقت ذخیره‌های گندم در بسیاری از کشورهای در حال رشد می‌تواند تمام شود. ادامه موضوع در گزارش همکارم شهلای گلخوجه. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش روز چهارشنبه 18 می گفت در پس منظر عمیق رفت بحران جهانی اوضاع برای برقرار شدن صادرات غله اوکراین با این کشور روسیه، ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا در تماس دائمی است. گوترش که در آخر ماه گذشته از مسکو و کیف دیدن کرده بود گفت: من پر از امید هستم، اما هنوز کارهای زیاد باید انجام داده شوند. مسئله های مرکب امنیتی، پیامدهای اقتصادی و مالیوی از همه جانب ها اراده نیک را طلب می کنند.
این اظهارات در حال صدا می‌دهد که شنبه گذشته هندوستان صادرات گندم را منع کرد. حکومت گفت گرمای سخت در این کشور باعث کم گردیدن حاصل گندم شده نرخ آن را به اوج رکوردی رساند. در عین زمان وزیر سودای هندوستان در صحبت با خبرنگاران گفت این کشور به دستگیری و اجرای قراردادهای صادراتی با دولت‌های ادامه خواهد داد که امنیت غذایی‌شان زیر خطر می‌باشد. با این محدودیت ما تجارت را به سمت معین روانه می‌کنیم. ما نمی‌خواهیم که گندم به طور بی‌نظارت تنها برای ذخیره کردن یا نادرست استفاده بردن به جای صادرات کرده شود. ما امید داریم که آن برای قانع کردن نیازهای غذایی کشورها و آدمان آسیب پذیر استفاده می‌گردد. مقامات رسمی در نشست مطبوعاتی در دهلی نو گفتند محدودیت صادرات گندم دائمی نبوده، امکان بازنگری این قرار در آینده وجود دارد. این اقدام چند روز پس از آن صورت گرفت که هندوستان گفته بود نیت دارد امسال صادرات گندم را به نشانداد رکوردی 10 میلیون تن رساند. آن همچون دومین بزرگترین صادرکننده گندم جهان میخواست در پس منظر حمله روسیه به اوکراین از بالاروی نرخ غله در جهان درآمد بیشتر گیرد. هندوستان در سال مالیوی تا ماه مارت به مقدار رکوردی 7 میلیون تن گندم صادر کرد که نظر به سال گذشته بیش از 250% زیادتر است. هرچند هندوستان یکی از بزرگترین صادرکنندگان گندم در جهان نیست، خریداران جهانی پس از کاهش یکباره انتقال آن از اوکراین و منطقه بحر سیاه به تأمینات از این کشور امید می‌بندند. تحلیلگران میگویند اکنون محدودیت میتواند نرخ جهانی آذوقه را به سطح نو رساند و مخصوصاً به استعمال کنندگان کم بضاعت در آسیا و افریقا ضربه سخت زند. این هم در حالی است که از اول بهار سال جاری قزاقستان و روسیه صادرات غله و بعضی محصولات دیگر غذایی را موقتا منع کردند. طبق فرمان امضا نموده رئیس حکومت روسیه میخائیل میشوستین، محدودیت‌ها از 15 مارت آغاز شده تا 31 آگوست ادامه خواهند یافت. وزارت کشاورزی این کشور قید کرده بود که این تصمیم برای دولت‌های اتحاد اقتصادی اوراسیا تهدید جدی نخواهد بود، زیرا آنها با ذخیره کافی غذای روسیه تأمین می‌باشند. در پناهگاه الحول واقع در منطقه شمال و شرقی سوریه هزارها کودک از 50 کشور دنیا نگهداری می‌شوند. خبرنگاری صدای آمریکا از این پناهگاه دیدن کرده است. گزارش او را همکارم زرنگیز نوروزشاه پیشنهاد می‌کند. در این گوشه اردوگاه الحول شهروندان خارجی به سر میبرند. به اطلاع سازمان ملل متحد در اینجا حدود 9000 زنان و کودکان جنگجویان داعش از 60 کشور نگه داشته میشوند. اکثر زنان در اردوگاه به کودکانشان آشکارا عقیده‌های داعش را تعلیم می‌دهند. در این نوار که مقامات الحول نشر کردند، یک نورس دیده می شود که نمازی گروه از کودکان را امامتی می کند. این نورس خود را امیر خوانده است، آنگونه که جنگجویان داعش از رهبران خود امیر نام می برند. این زنان خواستار گفتگو با خبرنگاری صدای آمریکا شدند. آنها گفتند فرزندانشان را برای عضویت در گروه تروریستی آماده می کنند و با آنها لباس جنگجویان داعش را می پوشانند. نه انشالله مجاهد انشالله. خدا خواهد آنها جهادی می شوند. ما باور داریم که دولت اسلامی برمیگردد و فرزندان ما جهاد می کنند. افزایش حمله و تهدیدها از سوی زنان جنگجویان داعش مقامات پناهگاه را وادار کرده است که مکان نگهداری آنها را از مردم دیگر جدا کنند. احمد پناهنده عراقی است که پس از تهدید به کشتار به جای امن انتقال یافته است. به گفته وی با پرزورتر شدن بخش‌های گروه دولت اسلامی و احتمال وارد شدن آنها به پناهگاه، زنان داعشی هم با جرأت می‌شوند. زنان داعشی به کودکانشان تاکید می‌کنند که شما باید قصاص پدران خود را بگیرید. شما مجاهد می‌شوید. آنها فرزندانشان را در همین روحیه تربیت می‌کنند. 90% این پناهنده ها را پیروان دولت اسلامی نظارت می‌کنند. آنها با یراق و گلوله به اینجا می‌آیند. این نوار از روز 5 می است. آن از دوربین نظارتی اردوگاه ثبت شده است. در آن پرچم سیاه دولت اسلامی تصویر شده است که افراد ناشناس در بالای یکی از خیمه‌های اردوگاه برداشتند. برنامه ما اینجا به پایان رسید. تا صحبت آینده خدا نگهدار.